سلام دوست عزیز، به نام خداوند. سلام برای همه. ما چون در این سمستر کمی که وقت بیکار داشتیم، خواستم با او دکتر صاحبه که در سال آخر ترنینگ تخصصشان می باشه در نوشتن مونوگراف با بعضی کنسپت هایی که روبرو میشن مشکلات داشته باشن، در اون کنسپت ها را برایشان در حلش کمک کنم، یعنی در نوشتن مونوگراف. باز من یک مسیج عمومی برای دوستا روان کردم، گفتم که در جایی که مشکل داشته باشین مرا بگوین که ما اگر دوست توانم باشه یک ویدیو درباره از او مجبور میکنم، باز بر شما لینکش روان میکنم. خب دوستای مختلف نظرات مختلف داشتن، از جمله یکی از جمله دوستا گفتن که به شکل نمونه راجع به کوهارت استدی خودت یک ویدیو تهیه کن، باز بعد از او ویدیو رو به ما روان کو ببینیم که چقدر مفید تمام میشه. باز بعد از او همه دوستا ما میشینیم یک لیستی از سوالات روان میکنیم، بالای هر کدامش ویدیو مشخصه به ما تهیه بساز تا از پیشش ما استفاده کنیم. خب امروز ما میخوایم که راجع به کوهارت استدی مطالعه کنیم که کوهارت استدی چی است. پیش از اینکه کوهارت استدی ما با مطالعه شروع کنیم بفهمیم که کوهارت استدی چی است. ما باید بفهمیم که کوهارت استدی از جمله دیزاین های استدی است که برش ابزرویشنال استدی میگه. یعنی در کوهارت استدی فقط ما مشاهده میکنیم، کنترل مستقیم نداریم. به چی معنا؟ به این معنا اگر ما شما برای جاده استاد شویم، فقط موتورا را نگاه کنیم که چند موتور کدام نوع موتور به طرف شرق میره، چند موتور کدام نوع موتور به طرف غرب میره شمارش کنیم، یعنی فقط ما مشاهده میکنیم. اینمی کوهارت استدی به همین شکل است که ما دو گروه از مردم رو مطالعه میکنیم، مشاهدهشان میکنیم، فقط میبینیم که به کدام طرف میره، یک گروه و گروه دومی. پیش از اینکه ما کوهارت استدی را برای شما تشریح کنیم که کوهارت استدی چی معنا میده، اول باید خود کلمه کوهارت رو بگیم که کوهارت چی معنا میده. کوهارت به معنای گروپ، یعنی به طور مثال گروپ از مردم. بسیار ساده که بگیم، اگر ترینی سال سوم داخله را میتونیم گفته دکتر صاحب ترینی سال سوم داخله را میگیم کوهارت هستن. متعلمین سن پنجم مکتب یک کوهارت است، نرسای یک شفاخانه یک کوهارت است، کارگرای یک شفاخانه یک کوهارت است، استاف یک شفاخانه در مجموع یک کوهارت است. کوهارت یعنی گروه از مردم. در کوهارت استدی ما دو طبقه مردم مطالعه میکنیم. یکی اون طبقه مردمی که با اکسپوژر با یعنی مواجه هستند، امرا با یک حالت اکسپوژر دارن مواجه، و نان اکسپوژر که مواجه نیستند. میخوام که این اکسپوژر و نان اکسپوژر را در یک مثال ساده بر شما تشریح بسازم. به طور مثال ما سموکینگ در نظر میگیریم. سموکینگ میبینیم که یک گروه از مردم را ما در مطالعه خود داریم که سموکر هستند. در این مردم ما میخوایم که کرونری هارت دیزیز ببینیم انسیدنس شه، و یک تعداد مردمی که نان سموکر هستند. در این مردم هم ما میخوایم که کرونری هارت دیزیز انسیدنس شه ببینیم. در آخر میبینیم که با چه تعداد مردم که اکسپوژر داشتن و با چه تعداد مردمی که اکسپوژر نداشتن، چه تعدادش کرونری هارت دیزیز پیدا کرد و چه تعدادش پیدا نکرد. میبینید که در گروپ اکسپوژر که با سموکینگ اکسپوژر داشتن، چه تعدادش کرونری هارت دیزیز پیدا کرد، چه تعدادش پیدا نکرد. و مردمایی که نان اکسپوژر بودن، چه تعدادش کرونری هارت دیزیز پیدا کرد و چه تعدادش کرونری هارت دیزیز پیدا نکرد. و نکته مهم این است که در کرونری در کوهارت استدی ما یک بیسلاین می داشته باشیم. در بیسلاین نقطه مهمی است که وقتی که ما در بیسلاین خود تمام مردم را ثبت راجستر می‌سازیم برای استدی، باید که چه گروپ اکسپوژر باشه و چه گروپ نان اکسپوژر باشه. هر دو طبقه مردم باید کرونری هارت دیزیز نداشته باشه. اگر کرونری هارت دیزیز داشته باشه، باز این مطالعه ما هیچ معنا نداره. یعنی ما میخوایم که او مردم را مطالعه کنیم که کرونری هارت دیزیز در بیسلاین در آغاز نداشته باشه. باز بعد از او وارا که سموکر است هم تحت مشاهده قرار میدیم،
که نان اسموکر است واره هم تحت مشاهده قرار میدیم. با گذشت زمان میبینیم که در چی تعداد مردم ها کرونری هارت دیزیز اسموکر باشن کرونری هارت دیزیز پیدا میشه و در چی تعداد که نان اسموکر هستن کرونری هارت دیزیز پیدا میشه. یعنی این شرط اساسیش است که در بیسلاین در آغاز باید چی اگر سموکر اکسپوژر داشته باشن و چی نان سموکر که نان اکسپوژر داشته باشن، هر دو گروپ باید با کرونری هارت دیزیز مبتلا نباشن. حالا راجع به انواع کوهارت استدی ما صحبت میکنیم. اول از نظر اوپن و کلوز کوهارت استدی تشریح میکنیم که اوپن کوهارت استدی چی معنا میده و کلوز کوهارت استدی چی معنا میده. خب یک گراف میخوایم ترسیم کنیم و بعد از اون تشریح میکنیم. در اوپن کوهارت استدی ما یک کتله بزرگی یا کلان از مردم تحت مطالعه قرار میدیم. به طور مثال مردم یک شهر تحت مطالعه قرار میدیم. در اوپن کوهارت استدی نکته مهمی است که تعداد مردم مقید نیست، تعداد مردم مشخص نیست. چرا؟ تعداد مردم در یک شهر معلوم نیست. نظر به زمان تعداد مردم در شهر تغییر میکنه. مثلا اگر ما مردم شهر کابل تحت نظر بگیریم، تصور میکنیم که در 2016 تعداد مردم شهر کابل 1000 نفر بوده. در 2018 تعداد مردم شهر کابل 1000 نمی باشه. یا میشه که از 1000 بیشتر شود یا هم میشه که از 1000 کمتر شود. یعنی یک تعداد مردم از شهرهای دیگه به شهر کابل بیان و هم مردم شهر کابل خارج هم به دیگه شهرها بره. یعنی در این اوپن کوهارت استدی تعداد مردم چی نیست مشخص نیست. اگر ما ببینیم که اگر این وکتور وای مردم تصور کنیم و این وکتور اکس زمان تصور کنیم، به طور مثال سال اول، سال دو، سال سه، سال چهار، سال پنج، سال شش تا سال 10 میریم. به طور مثال ما شخص اول میبینیم، مطالعه میکنیم که از سال اول تا به سال دهم فالوآپ می‌داشته باشیم. شخص دیگه رو میبینیم فرضاً از سال اول تا به سال 5 تحت مطالعه میباشه. دیگر شخص میبینیم که از سال اول تا به سال 3 تحت مطالعه میباشه، بعد از اون شهر کابل ترک میکنه. یک نفر دیگه در سال 2 به شهر کابل میاد، فرضاً پس در سال 4 از شهر کابل میره. یک نفر دیگه فرضاً در سال اول به شهر کابل میاد، پس در سال 5 از شهر کابل خارج میشه. میبینیم که تعداد مردمی را که ما در اوپن کوهارت استدی مطالعه میکنیم تعدادش یک تعداد مشخصی نیست که فرضاً 1000 یا 2000. نظر به زمان در کوهارت استدی هم مردم تعدادش داخل میشه و هم مردم از کوهارت استدی ما چی میشه؟ خارج میشه. مگم وقتی که ما مردم در کلوزد کوهارت استدی مطالعه میکنیم با او چی تفاوت داره؟ در کلوزد کوهارت استدی تعداد مردم مشخص است. فرضاً 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، 1000 نفر برای 1 سال، 2 سال، 3 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال ما تحت مطالعه قرار میدیم. به طور مثال ما میخوایم که 100 نفره برای 10 سال تحت مطالعه قرار میدیم. یعنی نفر اول هم تا 10 سال زیر تعقیب باشه، نفر دوم هم تا 10 سال، نفر سوم هم و تا آخر. یعنی حتما نیست که ما در کلوز کوهارت استدی هیچ لاس نمی داشته باشیم یا هیچ نفر از مطالعه ما کم نمیشه. ممکن است که یک نفر از دمو شهر که ما دمو جایی که ما کلوز کوهارت استدی رو اجرا میکنیم از اون شهر و نفر میره، از اون استدی ما اون شخص خارج میشه. مگم نقطه مهمی است که ما اون نفر با وجود از اینکه از شهر خارج میشه بازم تحت تعقیب ما میباشه. مثلا مثلا از طریق تلفن، از طریق ایمیل، از طریق تلفن با اقاربش، از طریق سوشال سکیوریتی نمبر. اینجا مثلا مثلا در امریکا یا در اروپا هر کس یک سوشال سکیوریتی نمبر داره. از روی طریق سوشال سکیوریتی نمبر معلوم میتونیم که اون نفر آخر نهایتا چی شد. و مثلا مثال دث سرتیفیکیت، اینجا که هر کس فوت میکنه دث سرتیفیکیت باید داشته باشه. هر کس از روی دث سرتیفیکیت معلوم میشه که سبب مرگ اون شخص چی بود.
یعنی تا اندازه در ممالک پیشرفته مثل امریکا، ممالک اروپایی کلوز کوهارت استدی ممکن است. مگم در ممالکی که تقریبا در حال رشد است مثل افغانستان و دیگه مملکت ها مشکلات آدرس است، مشکلات کانتکت نمبر است، دیگه اونجا ما نمیتونیم که کلوز کوهارت استدی رو چی کنیم، اجرا کنیم. دیگه ما کوهارت استدی را نظر به زمان مطالعه میکنیم. یکی نظر به زمان ریتروسپکتیو است، retrospective cohort study و دیگه هم prospective cohort study است. prospective cohort study اگر ما با ترمینولوژی این دو کلمه نگاه کنیم، ببینید retro به معنای عقب، pro به معنای جلو. یعنی در retrospective cohort study ما از زمان فعلی به طرف عقب میریم. مثلا مثال فعلا 2016 است، ما به طرف عقب میریم. مثلا مثال میریم تا بعد 2006. و در پروسپکتیو کوهارت استدی ما از زمان فعلی به طرف آینده میریم. مثلا مثال یک مطالعه را میخوایم اجرا کنیم که فعلا در 2016 شروعش میکنیم تا بعد 2026. مثلا مثال ستاتین مثال میدیم. ستاتین او مردمایی که از ستاتین استفاده میکنن، در اون مردما که ستاتین استفاده میکنه و یعنی ستاتین استفاده میکنه و یک طبقه مردم که از ستاتین استفاده نمیکنه. میخوایم که در این دو طبقه مردم ما انسیدنس چی رو معلوم کنیم؟ انسیدنس هپ فرکچر معلوم کنیم. هپ فرکچر معلوم کنیم. به طور مثال اگر ما خواسته باشیم که اینمی مردمایی که از ستاتین استفاده کردن و اون مردمایی که از ستاتین استفاده نکردن هپ فرکچر معلوم کنیم. در این کوهارت استدی ما میتونیم که استدی خود به دو رقم اجرا کنیم، یا به شکل ریتروسپکتیو و هم به شکل پروسپکتیو. در ریتروسپکتیو ما از زمان فعلی به طرف گذشته میریم. به چه معنا؟ که ما از دیتاهایی که در مراکز صحی وجود داشته باشه از اون دیتاها استفاده میکنیم. دیتاهایی که در شفاخانه وجود داره او را با هم جمع آوری میکنیم، آنالایزش میکنیم، در اخیر همون نتیجه خود اعلان میکنیم. و در پروسپکتیو کوهارت استدی مجبور هستیم که نتیجه را دفعتا اعلان نمیتونیم. مجبور هستیم تا زمان مشخصه که در پلان یا در دیزاین استدی باشه تا اون زمان ما منتظر بمونیم، یعنی تا 2026 ما باید منتظر بمونیم. باز بعد از او میتونیم نتیجه خود اعلان کنیم که در چی تعداد مردم هپ فرکچر زیاد بود، مردمایی که استاتین استفاده میکرد و یا هم مردمایی که استاتین استفاده نمیکرد. حالا از نظر فایده و نقص هم پروسپکتیو کوهارت استدی هم اردویش از خود هم فواید داره و هم نواقص داره. بطور مثلا اگر ما از نظر زمان ریتروسپکتیو کوهارت استدی را مطالعه کنیم، از نظر زمان بر ما بسیار زیاد مفید است. نظر زمان بر ما بسیار زیاد مفید است. به چه معنا؟ به این معنا که در زمان بسیار زیاد کمه، چون دیتای آماده شده و تیار شده، تهیه شده و در مراکز صحی وجود داره، و دیتا را ما فقط جمع آوریش میکنیم، آنالایزش میکنیم و ما نتیجهش اعلان میکنیم. از نظر بودجه زیاد پول ما مصرف نمیکنیم. از نظر بودجه بسیار زیاد پول مصرف نمیکنیم که زیاد پول مصرف کنیم. چرا؟ وقت زیاد ضرورت داریم، پس پول زیاد هم نیاز نداریم. مگم نقص عمدهش چی است؟ نقص عمدهش این است که ما کنترل خوب بالای کوالیتی و کوانتیتی دیتا نداره. این نقص عمدهش است. اگر انی مطالعه ما اگر پروسپکتیو کوهارت استدی را از این سه حالت با مطالعه کنیم، پروسپکتیو کوهارت استدی را که پروسپکتیو کوهارت استدی چی فواید و چی نواقص را داره؟ از نظر تایم، از نظر زمان ما به زمان بسیار زیاد نیاز داریم. 10 سال، 15 سال، 20 سال، نظر بر دیزاین استدی که چقدر وقت برای زو ضرورت است. از نظر پول ما بسیار زیاد پول ضرورت داریم. به طور مثال سرویلانس، مردمایی که ثبت نام کرده سرویلانس، از مصاحبه که بازو صورت میگیره، اینترویو که بازو صورت میگیره، معایناتی که ضرورت داشته باشه، این همش پول ضرورت داره و پول ما بیشتر مصرف میکنیم. و فایده خوبی که داره، فایده خوبش این است که کنترل خوب بالای دیتا داره، هم از نظر کوالیتی و هم از نظر کوانتیتی.
خب یک معرفی کوتاهی از کوهارت استدی بود. حالا میم در هر مطالعه، در ریسرچ و یا در از نظر اپیدمیولوژی، هر مطالعه که ما دیزاین را که انتخاب میکنیم از خود بعضی نواقص را داره. یعنی بعضی از فاکتورهای وجود داره، بعضی فاکتورهایی که برایش حل پیدا شده و برای بعضی فاکتورهایی که برایش حل پیدا نشده، که او فاکتورها سبب از این میشه که نتیجه نهایی ما را به چالش میگیره یا تحت سوال میگیره، یا اگر ما ام فاکتور مد نظر نگیریم، در نتیجه نهایی در نتیجه نهایی ما اشتباه می داشته باشیم. به چه معنی؟ مثلا من یک مثال ساده براتون میگم. بالا هم مثالا صحبت نمیکنیم، یک مثال ساده ش براتون سر صحبت میکنیم. اندکشن، سر اندکشن صحبت میکنیم. اندکشن چی معنی میده؟ بعدی ترجمه کنیم اندکشن به میان آمدن، تولید. خب تصور میکنیم که ما یک مثال بسیار ساده میتونم که در این مثال ساده ما میخوایم که اندکشن برای شما تعریف واضح بسازم. باز هم مردم داریم، گراف مردم است و یه هم وکتور زمان است. ما میخوایم که ردیشن اون مردمایی که چی از نظر تداوی چی از نظر مسلک تحت ردیشن هستن، در اون مردم ما انسیدنس لوکیمیا را مطالعه میکنیم. انسیدنس لوکیمیا را مطالعه میکنیم. برای مثال سال اول، سال دو، سال سه، سال 4، سال 5، نه حتی سال 10. یک شخص ما به طور مثال تعقیب میکنیم. شخص اول تعقیب میکنیم، در سال 9 میبینیم که تشخیص میشه با لوکیمیا. یک شخص دیگر ما تعقیب میکنیم، میبینیم که تعقیبش میکنیم در سال 6 تشخیص میشه با لوکیمیا. یک شخص دیگر هیچ تشخیص نمیشه، تا آخر لوکیمیا پیدا نمیکنه. یک شخص دیگر میبینیم که در سال 5 تشخیص میشه با لوکیمیا. یک شخص دیگر در سال اول لوکیمیا تشخیص میشه. یک شخص دیگر هم در سال اول لوکیمیا تشخیص میشه. یک شخص هم بعضن در 3 ماه بعد با لوکیمیا تشخیص میشه. یک شخص دیگه هم تصور میکنیم که 2 سال بعد با لوکیمیا تشخیص میشه. خب اینجا حالا سوال ما است که آیا اون شخصی که در این مطالعه ما وجود داره، در مطالعه ما وجود داره ریسک فاکتور داره، ریسک فاکتور ریلیشن داره، مگم 1 سال بعد یا 3 ماه بعد یا 2 سال بعد که لوکیمیا پیشش پیدا میشه، آیا واقعا هم ریدیشن سبب لوکیمیا شده؟ آیا واقعا هم لوکیمیا سبب ریدیشن سبب لوکیمیا شده؟ نه. چرا؟ ممکن نیست که یک نفر 3 ماه تحت ریدیشن باشه یا 2 ماه تحت ریدیشن باشه و او لوکیمیا پیدا کنه. یعنی برای ریدیشن ما یک زمان کافی ضرورت داریم تا او شخص تحت شعاع باشه تا ممکن است نزدش پیدا شه، لوکیمیا پیدا شه. یعنی در 2 ماه، در 3 ماه، 1 روز، 2 هفته اگر یک نفر تحت ریدیشن باشه بسیار، یعنی قبول نمیتونیم که بگیم که لوکیمیایی که نزد این شخص پیدا شد 2 هفته بعد ما لوکیمیا را ناشی از چی بدانیم؟ ناشی از ریدیشن بدانیم. پس برای حل از این مشکل ما چی باید کنیم؟ اگر ما این اشخاص را در آوتکم خود شمار کنم، آوتکم ما، نتیجه ما غلط است. چرا؟ این شخص ممکن نیست که لوکیمیاش ناشی از ریدیشن باشه. ممکن است یک سبب قبلی دیگه وجود داشته باشه. برای 4 ماه یک سبب قبلی دیگه وجود داشته. برای 1.5 سال یا 2 سال یک سبب قبلی دیگه وجود داشته که او اشخاص سبب دیگه که پیش از در مطالعه ما ثبت نام کنه، یک سبب دیگه، یک فاکتور دیگه، ریسک فاکتور دیگه داشتن که او سبب لوکیمیا شده، نه ریدیشن. خب با این اشخاص ما چه کنم؟ اگر این اشخاص ما در آوتکم خود شمار کنیم، آوتکم ما غلط است. پس برای حل از این موضوع که بعضی گفتن که بعضی فاکتورهایی که هست که همون نتیجه نهایی ما رو به چالش میگیره، تحت سوال میگیره، و یا اگر او فاکتور ما نادیده بگیریم، اما آوتکم نهایی ما با اشتباه می باشه، برای از برای بعضیش راه حل پیدا کنه. مثلا برای اندکشن ما اندکشن پریود داریم. اندکشن پریود به چه معنی؟ به این معنی با هم میشینیم در ریسرچ، با هم میشینن، یک وقت زمان مشخص را
قبول میکنین که اینمی وقت و زمان مشخص ضرورت است تا امو عامل سبب یک مرض شود. به طور مثال اگر تصور میکنید در این مثال یک فرضی است، یک مثال است، به طور مثال قبول میکنیم که 4 سال نیاز است، 4 سال نیاز است که یک نفر زیر شعاع باشه تا پیش از او شخص لوکیمیا پیدا شود. 4 سال. همین یک فرضی است، یعنی یک مثال است. فرضاً 4 سال ما قبول میکنیم که 4 سال نیاز است که یک نفر تحت ریدیشن باشه تا نزد او شخص ممکن است چی پیدا شود؟ لوکیمیا پیدا شود. پس اینمی پیریودی را که ما قبول میکنیم 4 سال که نیاز است تا یک شخص دی 4 سال زیر در دیزاین استادی ما می باشه، 4 سال برش نیاز است که تا اگر تحت ریدیشن باشه تا ممکن است پیشش لوکیمیا پیدا کنه. اینمی پیریود به نام چی یاد میکنه؟ به نام اندکشن پیریود یاد میکنه. پس هر آن شخصی که در جریان اندکشن پیریود پیشش لوکیمیا پیدا شود، او لوکیمیا را ما ناشی از ریدیشن نمیگه. یعنی به چه معنا؟ به این معنا او شخصی که لوکیمیا بعد از 3 ماه پیدا میکنه و یا او شخصی که بعد از 1 سال لوکیمیا پیدا میکنه و یا او شخصی که بعد از 1.5 سال لوکیمیا پیدا میکنه، 1.5 سال لوکیمیا پیدا میکنه، او اشخاص ما لوکیمیایش ناشی از ریدیشن نمیگه. چرا؟ او در اندکشن پیریود ما آمد. او را ما از مطالعه خود خارج میسازیم. او را میگیم که یک فاکتور قبلی دیگه وجود داشت که او فاکتور قبلی سبب لوکیمیا شده. خب من خواهم امی پریزنتیشن ما تقریبا در اینجا خاتمه پیدا میکنه دیگه. خدا کنه که از پریزنتیشن ما چیزی یاد گرفته باشین. ما منتظر سوالات شما هستم. سوالاتتان به من روان کنین. اگر در وسم باشه، در امکان ما باشه، مواد برش داشته باشم، ما برای سوالات شما به این شکل پریزنتیشن تهیه میسازم و بعد از اون لینکش برای شما روان میکنم تا در تهیه مونوگرافتان با مشکلات زیاد روبرو نباشه. از توجهتون تشکر. خداحافظ.